بعضی ها به والله قسم است اینقدر ضعیف فکر هستند، اینقدر به خدا قسم خاکزن هستند، قهرم بکنه خای مال هستند که همین عذاب همین ملت نمی بینند. سلام و روز شما بخیر باشد هموطنان عزیز. بسیار گپ هست که باید بگوییم، بسیار صحبت هایی هستند که اگر نگویی نمیتوانی قرار باشی. شما هر روز میبینید عذاب مهاجران را در روسیه، از خانه هاشان زدن پیششان کردن، از کاراشان زدن پیششان کردن. امروز هزارها مهاجرین تاجیک در کوچه های روسیه زندگی میکنند. چون این عذاب را ملت ما سال 1992 تا 97 نداشت. پیش از این که صحبت خود آغاز بکنم، بعضی از نوارها را برای شما میگذارم که شما تماشا بکنید و در این باره کمی صحبت بکنیم. این کار میکنیم در یک جا کار کردیم پدمسکو، پول کار سومونه ندادن، یک تینمان با این پیش چی این خوندار خودش سیام کشین هست این عمروش رویمون داره همی خودش پیش ممکن سای ای جای خوامون برآورده سایمون. و از چنان متشنج شده است که مردم تاجیک در گوشه های روسیه در عذاب و مشقت هستند. در این کشوری بزرگی به قلب مردم ما در عذاب گرفتار هستند. نه تنها مردم ما، مردم خود روس هم در حال حاضر در مشقت هستند. اما ملت تاجیک یگانه ملتی هست که از همه عذاب و مشقت را در روسیه زیادتر می کشد. قلبها آرام نمی گیرند وقتی صدای این فرزندان ملت را می شنوم. وقتی که صدای این فرزندان ملت را ما و شما می شنویم، وقتی که درد آنها را ما می بینیم، درست بگویم اینقدر عذابی که مردم ما در حال حاضر دارد سال جنگ شهروندی نداشت. آی کسانی که خود را امروز مسئول ملت می دانید، آی کسانی که شما از پول این ملت خانه هاتان پر از زر و طلا شده است، آی کسانی که شما از پول این ملت هزارها میلیون جمع کردین، ای کسانی که از پول این ملت خانه ها و توالت ها و درهای شما از طلا شدند، پس این ملت امروز در عذابی سخت گرفتار هست. آن هم در داخل کشور نه در خارج کشور. در هر کوچه ای که میبینی یک تاجیک در عذاب است. راستی دیگر نمیتوانم در فیسبوک داخل بشوم، دیگر نمیخواهم در یوتیوب داخل بشوم. وقتی که عذابی هموطنان خود را میبینم، وقتی که مشقت تاجیکان را در روسیه میبینم، دلم پر از خون می شود. دیگر تپش دل معنا ندارد، دیگر سخن معنا ندارد. نوارهای مرا اگر تماشا کرده باشین دوستان عزیز، من سالها شد که در این باره صحبت میکنم که دوستان عزیز، روز تا روز عذاب و مشقت در روسیه زیاد خواهد شد و مردم ما عذاب زیاد خواهند کشید و هیچ کس هم پروای گپا نداشت. و امروز همان روز آمد، چون که یک حالت عمومی هست در جهان که اگر انسان با چشمان باز نگاه بکند بسیاری چیزها را میفهمد. پیشنهاد من به حکومتداران، اگر که دل شما به این ملت می سوزد، اگر که خود را مسئول می دانید، باید به هر یک نفری که در روسیه زندگی می کند و مهاجر هست و 20 سال اخیر تمام اقتصاد تاجیکستان را در دست دارند و داشتند و امروز در عذاب مشقت گرفتار شده اند، 20,000 روبلی یا اینکه 30,000 روبلی برای آنها روان بکنید از طرف حکومت، همه آن نفران نامنویسی بشوند. اگر که شما این کار را نکنید، روز تا روز مشقت این ملت زیاد می شود و آنها حتی در روسیه نمی توانند که زندگی بکنند. حتی از خانه هایی که اجاره می شیشتن، از اون خانه هاشو زدن بیرونشان کردن.
پس غم آنها را باید کی بخورد؟ وقتی که شما خود را مسئول میگیرید، وقتی که شما از پول این ملت جیبهای شما پر شده است، وقتی که شما از پول این ملت پیشرفت کردین، وقتی که از پول این ملت فرزندهای شما بهترین دانشگاه ها را ختم کردند، پس چرا برای این ملت خدمت نمی کنید؟ و یک خطاب دیگر هم به مهاجرین دارم. مهاجرین عزیز، شما باید کوشش بکنید که دیگر هیچ وقت به روسیه نآیید. همین کریزیس تمام بشود و همین ویروس تمام بشود و همین کرنتین برداشته بشود، اگر که نصیحت من را گوش بکنید، همتان بروید به تاجیکستان، دیگر بر نگردید و از حکومت طلب بکنید که برای شما جای کار بدهند و شما را نگذارند که باز هم زیادتر عذاب بکشید. این عذابی که شما دارید تمام جهانیان را به گریه آورده است. این مشقتی که شما دارید، در سالهای جنگ شهروندی چون این مشقت را نداشتیم. پس این معلوم شد که هیچ نفری، هیچ حکومت داره، هیچ دولتمندی نمیخواهد که خدمتی به شما بکند. پس شما انتظار چی هستین؟ هر روز میبینم نوارهای را به مثل این نوار. السلام علیکم جناب عالی، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت تاجیکستان. محترم جناب عالی، ما مردم غریب، ما مردم مهاجر در شهر روسیه بیکار و بی خانه و بی در ماندیم. جناب عالی، یک ماه زیاد شد، ما نه کار داریم نه بار داریم در این خانه ای که حالی ما زندگی داریم. جناب عالی، یک هفته دیگه مهلت داده، اگر پول اجاره را ندهی از خانه میرانیم میگن. جناب عالی، ما نه جای خواب داریم دیگر. هزار مردم مهاجر در بیرونا و در دشت، در کوچه ها و در اصنافگاه ها خوابند، با کسل هر کسل ها گرفتار میشن. جناب عالی، ما حتی برای خوردن ما پول نداریم. بسیار بچه های برادرانی که در همینجا نشستند و یا هم میخواهند که مثال یگام از طرف شما کمک خودمان را رسانید. التماس جناب عالی، ما یگام پول خوردنی نداریم، حتی یک هفته ما مهلت دادگی که از خانه براین میگه. بیرون میروید میقپن، اشتراف میکنن، از 15,000 بسیار اشتراف میکنن. ما نمیدونیم کجا بریم، دشت نمیشه خنی که در بی خوردن میمریم از گشنگی را. جناب عالی، کاری کنین یا تاجیکستان ما رو برین یا نمیدونیم یگام کار کنین. التماس خواهش میکنیم ما را یک وضعیتی ما را ببینین. ما در بسیار در وضعیتی بی‌زیب قرار داریم. خواهش از شما میکنیم غمخوار مردم، اساسگزار صلح و وحدت تاجیکستان. خوبی خواهشا را تو از کی میکنی؟ این نوار را 4 همین مهاجر تماشا میکنن، کمک تانم نمیکنن. باور کنین کمک چرا برای شما نمیکنند؟ چون که شما از اول حق خود را طلب نکردید، چون که شما از اول گفتید که سری خم را شمشیر نمیبرد، اما سری خم را شمشیر چنین بریدن بکند که به خدا که به حیرت بیایید. وقتی که حق خود را طلب نمی کنید، وقتی که مثل غلام زندگی می کنید، وقتی که زندگی شما را انسان می بینه، با خدا که غلام ها از زندگی شما را زندگی خوبتر داشتند. غلام ها از زندگی شما غلام ها از حال شما کرده حالشان خوبتر بود. شما زندگیتان حتی از غلامیت بد شده است. امروز در خانه ها نشسته یا اینکه در بیرون زندگی دارید، هیچ کس به داد شما نمی رسد. آی بیچارگان، آی بیچارگانی خفته در ملک غریب، ای بیچارگانی بی حق و بی اندام، ای بی خانگان عصر 21، ای مهاجرین بیچاره. این سخنها را از تحت دل برای شما می گویم که اگر شما باز هم این را تکرار بکنید و بگویید که سری خم را شمشیر نمی برد، در چنین عذاب باز هم گرفتار خواهد شد که دیگر نام از این ملت نخواهد ماند. 1000 بار هم بگویم کم هست که مهاجرین عزیز را باید کمک بکنید.
اگر که شما امروز مهاجرین را کمک نکنید، اگر که امروز مهاجرین در چنین حالت 1 2 ماه 3 ماه دیگر بمانند، دیگر خود میدانید که به شما کسی احترام نخواهد کرد. تا همین روز هم هیچ نفر به شما احترام نداره. این را تمام جهانیان میدانند. وضع زندگی مردم در یک حالت رسیده است که حتی نفری ترسانده ترین نفر بر ضد شما امروز صحبت داره. امروز مردم ناله دارند، مثل اینکه شما در گوشهایتان سرب ریختین، مثل اینکه شما در گوشهایتان آهن زدین که دیگر صدای این مردم را نمیشنوید. اما مهاجرین شما خود هم مسئول هستید، شما خود هم گناهگار هستید. شما 20 سال یوغ را در گردن خود گرفتید و خدمت کردید که اقتصاد بردارید، خدمت کردید که پول روان بکنید، خدمت کردید که در تاجیکستان خانواده‌های شما عذاب نکشند. دولت شما کمک حرکت بکنه، اما این دولت پروای شما نداره، این حکومت پروای شما نداره. این دولت گرفتن شخصی کردن. امروز وقتی که حقویان برای شما میگویند که مهاجرین عزیز، وقتی که کرانتین تمام شد، از 1 تا 10 از 10 تا 1000 همتان چیزهایتان جمع بکنین، مال و چالتان جمع بکنین، چیزهایتان جمع بکنین و به طرف کشور برین و از حکومت طلب بکنین که برای شما جای کار بده. تا زمانی که شما طلب کردن را نآموزید، حالتان از این بد می شود. 1000 بار زاره از دیگرش طلب که، از پیشواش طلب که، از پسواش طلب که، یگان نفر کمک نمیکنه تا زمانی که خودت به خاطر ناموس نخیزی، تا زمانی که خودت انسانیت نفهمی، تا زمانی که خودت از پس یک زندگی سربلند نباشی. انتظار اون هستم که در کامنتاری ها می نویسین خودت چی کار کردی، خودت از دست چی می آیه. امی گپایی که خودت از دست چی می آیه و خودت از دست چی آمد، همی گپا بدن که شما امروز در چنین عذاب گرفتار هستین. اگر که شما گپای حقیقتی ما را طرفداری میکردین، اگر که شما گپایی که ما برای شما همیشه گفتیم که مردم عزیز حق خود را طلب بکنید، امروز دیدین دوستان عزیز این نوارا را که مردم در چه عذاب هستند. بله، این کریزیس در تمام جهان آمده است، بسیاری جهان را میانش را شکسته است، اما بسیاری از کشورها، حتی کشورهایی که ضعیف هستند، قشاق هستند، برای شهروندان خود کمک کرده ایستادند، الا تاجیکستان. بغیر از تاجیکستان یگانه کشوری هست که مذاق هم تاجیک هم میکنن، عذاب هم در سر تاجیک میارن، هیچ نفرش گپ نمیزنه. من به خدا دیگه گپم نمانده است که چی بگم. بعضی وقتا فکر میکنم که امی بیام در پیش امی نوارگیرک که گپ بزنم، باز هم فکرش میکنم آخی من به کی را بگم. وقتی که شما ما نفران علمدار را، ما نفرانی که میفهمیم اقتصاد چی هست، میفهمیم که پیشرفت چی از گوش نمیکنید، پس حالت شما از این بدتر خواهد شد. امروز بیاین به آن نفرانی گوش بدهین، آن نفرانی را گوش بکنین که دلشون به شما میسوزد، که آن نفرانی که از داخل شما هستند، نه آن نفرانی که حتی وقت برای سلام کردن با شما ندارند. امروز ملت در یک وضعی هست که به خدا که سال 92 تا 97 این وضع ملت نداشت. امروز نفرها گرسنه در خانه های خود نشستند. امروز در تاجیک در خانه نه، در بیرونها، در کوچه های روسیه هزارها نفر تاجیک زندگی دارند. با خدا این شرم است، این گناه است، این عیب است. مسئولین، شما را مسئولین نه، شیطونین باید بگویم. مسئولین دور، شما را باید شیطونین بگویم. خلاصه این که شف زیاد نمینم، امی شفتالو را میگم. امی ملت دمی وقتی عذاب و مشقت، دمی وقتی کریزیس کمک بکنین، نبستین. به خدا که هر یک قدمت، هر یک نفرت که وزیر هستی، هر یک نفرت که
کارگر هستی، هر یک نفرت که میری شهر هستی، هر یک نفری که رئیس هستی، همه نفرات کمی کم 1 میلیونی دارین، فهمیدی؟ و خانواده رئیس جمهور هم از میلیاردها زیاد داره. بیاین در این روز سخت برای ملت صدقه بکنین. صدقه نه، هم پولی که از ملت گرفتین در دست ملت بیارین بتین. شما چی را انتظار هستین؟ چی را شما انتظار هستین؟ بعضی ها به والله قسم است اینقدر ضعیف فکر هستند، اینقدر به خدا قسم خاک زن هستند، قهرم بکنه خای مال هستند که همین عذاب همین ملت نمی بینند. این چی انسانی هست؟ این چی حکومت داری است؟ این چی شفقت است در سر ملت؟ شما شفقت نیست، شما حمایت نیست، شما خاکیت برای این ملت ندارین. به خدا که خاک همین در خاک این ملت زندگی میکنین، احترام به خاک این ملت، به فرزندای این ملت ندارین. مهاجرین در عذاب هستند. خب مهاجرا، شما خودتان گناهگار هستین. شما خودتان گناهگار هستین. تا زمانی که شما غلامیت در روسیه به کله گرفتین، تا زمانی که شما غلامیتتان دوام بکنه، هیچ کس به شما به الله قسم احترام نمیکنه. هیچ کس به شما احترام نخواهد کرد. تا زمانی که نخواستین سربلند زندگی کنی را، تا زمانی که نخواستین احترام را، تا زمانی که نخواستین حق خود را، هیچ وقت به شما احترام هیچ کس نخواهد کرد. نه حکومت تاجیکستان، نه حکومت روسیه، نه مردم تاجیکستان، نه مردم روسیه، هیچ کس. اگر حالت همین خیلی دوام بکنه، به خدا قسم از این دیگه ملت شرمنده تر می شود. دیگه نامی ملت نگیرین، فراموش بکنین.